آرزو در حالت پیری مخدوم پولادخان علیه الرحمه دوره جوانی خود را برای وطن مولدگاهش قریه شلامنک کی بود یارب که اندر دشت قنبر جا کنم کی بود یارب که اندر دشت قنبر جا کنم هر طرف چون سیر دوم پا بر لبی دریا کنم بعد از آن آیم شلونک جای مولدگاه خود حد ته را طی کنم رو با حد بالا کنم چون رسم با توت آدم کش و باغ جد خود لحظه آرام بگیرم بعد از آن دعا کنم دوره طفلی بیاد آرم بگردم سوی شرق یک نظر چون دوره طفلی در دیوالک ها کنم بعد از آن اندر لبی حفظ آیم و گیرم قرار پیش رو چپ درم و شرشر رو مأوا کنم رو به بالا آرم و عبر سازم اگر در مزار حضرتی بی شکر موجو کنم چون نظر با سنگ دوران آرم و دوست سنگ زن دیده رو از دیدنی روی خما بینا کنم نوشم از آن چشمه غلو روم دشتی مزار تارک را بهر استدعا زیری پا کنم آیم اندر دره سهل و یکوشینم دمی نغمه کبگی دری آن را به گوش ها جا کنم چون بیایم در مزاری بین این دو قریتین بر ایشان فاتحه از سوره طه کنم در مزار قبلگاه آیم نشینم ساعتی بعد گریه چشم در خط سنگش کنم تاریخ فوتی بدر بنوشته بودم من در آن خط بمانده یادگار من هم سفر عقبا کنم تاریخ فوتی پدر بنوشته بودم من در آن خط بمانده یادگار من هم سفر عقبا کنم لشکری پیر هجوم با ابن قاری کرده است رفت جوانی من به میدانش که را برپا کنم دست خطا تب ندارد قوت اخذ قلم نیست داروی که چشمی خیره رو بینا کنم رشته مستر نبینم روز نمی آید ختم اوسی و وحشی قلم بی جا چطور انشا کنم تا نباشد روز جلی و هم خفی در خامیم گر نویسم جمله و حرفی
تو بر جو کنم. بهتر آن که رو به مرگ آرم که او آورده رو، تو به قیمت آرزوی مسکن و مأوا کنم. به نشان مرگ بودم صد نشان کرده است روان، جمله اندر پیکرم شرم است که سر بالو کنم. با جوانانی خرد